در مورد عشق این سوگیری، این که ما اشتباهات رو توجیه میکنیم چه اثری داره؟ به درستی میگه، به درستی و خیلی درست، که مهمترین قاتل رابطه عاطفی همین توجیه کردن اشتباهاته. میدونید اختلاف، دعوا، تعارض، همه اینا وجود داره، ولی یه جایی وجود داره که ما اشتباهاتمون رو توجیه میکنیم، اصلا نمیدونیم نیاز به تغییر داریم. خب حالا این بحث رو بازش میکنیم. مثلا یکی ممکنه بگه من آقا دست خودم نیست، من عصبانی که میشم دشنام میدم، آسیب میزنم، مثلا یه چیزی رو میشکنم، ولی این دروغه، دست خودشونه. چطور همون آدم در مواجهه با قدرتمندان، در مواجهه با رئیسش، در مواجهه با یه آدم 150 کیلویی بدنساز موقع عصبانیت کنترل میکنه خودشو؟ پس دست خودمونه. سعدی اینجا میه بیت بفرمایید. عالی. سعدی میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ آفرین. تو بررسی زوجا یه آقایی هست، یه سوپر استاره، اسمش جان گاتمنه. خیلی مثلا هزاران زوج رو بررسی کرده، رابطهشون چجوریه. بعد این آدم به یه جایی رسیده بوده که میتونسته زوجی رو ببینه، مثلا یه گروه 700 نفره، و بگه باشون مشاوره کنه، مصاحبه کنه، و میگفته اینا جدا میشن تو 3 سال آینده، و تقریبا بیش از 90% درست حدس میزده، یعنی جدا میشدن، و میگفته اینا با هم میسازن. ربطی هم خود گاتمن میگه به دعوا نداره، به تعارضات نداره، به نوع دعوا کردنشون مربوطه. حتی به تعدادی که با هم بحث و منازعه دارن ربطی نداره، به کیفیتش، و اینکه اصطلاحش اینه منصفانه دعوا کنید. و دعوای منصفانه فقط جایی رخ میده که من اشتباهات خودم بتونم بپذیرم، من همینم که هستم. این مسدود میکنه، این سراشیبیه که به سمت در واقع پایان اون رابطه آدم ها میرن. حالا بحث راجع به همین موضوع هم زیاده، ولی من فقط این نکته رو باز تکرار کنم که جان گاتمن که استاد روابط عاطفی، معتقد متهم ردیف اول قتل یک رابطه عاشقانه توجیهگری خیشتنه. توجیهگری باز میتونم یه ذره بازش کنم. مثلا یه آدمی فکر میکنه من تو این رابطه قربانیم، همیشه مظلوم بودم. حالا طرف مقابل تغییرم کرده، یعنی اشتباهاتی داشته، اصلاحش کرده، ولی نگاه میکنه میگه اگه من از این گارد مظلوم و قربانی و اینا بیام بیرون، که پس جواب تاولای پامو چی بدم، زخمامو چی بدم؟ عملاً کل روایتی که از این رابطه، از این ازدواج داره، مبتنی بر سوگیری شناختی خودشه. من نمیگم دعواها واقعی نیستن، خیلی وقتا تعارضات اینجوری نیست، سوگیری شناختی نیست، واقعاً مشکلی وجود داره و دارن آدما سرش بحث میکنن، یا شاید هم نمیتونن اصلا کنار هم بمونن. همه اینا درست، ولی قبلش گاتمن میگه یه تست از خودمون بگیریم، نکنه ما تو دام سوگیری شناختیمون افتادیم، نکنه ما انقدر اصرار داریم پیش‌فرض ذهنیمون ثابت شه. تو این مثال که مثلا من قربانیم، که میدونید که امکانات اون برای حل مشکل رو از بین بردیم.